اینو میخوای؟ اینو بساز. یعنی چی؟ یعنی اگر شما میخواین که محصولتون فروش بیشتری داشته باشه، حالا من اینجا مثالی که زدم محصول دیجیتالی هستش، مثلا دوره‌های آموزشی، خدمات کوچینگ آنلاین، منتورشیپ و غیره. برای اینکه بتونید فروش بیشتری انجام بدید باید این صفحه فروش رو براش بسازید. خیلی فکر می‌کنن که برای فروش بیشتر باید یه وبسایت خیلی مفصل با یه عالمه امکانات داشته باشن، صفحات متعدد، یه منیو خیلی در واقع کامل اون بالا، و نمیدونن که این مسیر اشتباه هست، به خاطر اینکه فرستادن مخاطب به یک وبسایتی که پر از صفحات و اطلاعات مختلف هست قطعا حرکت اشتباهی هست و شما رو به فروش بیشتر نمیرسونه. صفحات فروش حتما دیدید، صفحات بسیار طولانی هستن که تمام مشخصات این محصول میان توضیح میدن. سوال و جواب هایی که ممکنه مطرح شده باشه توسط کلاینت ها، تستیمونیال ها و اون رضایت نامه مشتری های قبلی، همه اینا رو توضیح میدن و خب بخش هایی هم داره برای در واقع اون کال تو اکشنی که خرید باید انجام بشه. اشتباهی که اتفاق میفته و خیلی عادی هستش، یعنی ما فکر می‌کنیم خب مسیر همین است، این هستش که ما محصول رو تولید می‌کنیم، بعد میام سیلز پیج رو براش می‌نویسیم. اون وقت سیلز پیج دوستان تبدیل میشه به یک صفحه پر از اطلاعات کانولوتد و اصطلاحاً حالا شلوغ پلوغ و آلوده به توضیحات این محصول. دائما در مورد آپشن های این محصولی که خودمون محصول تولید کردیم علاقه داریم بهش، فکر می‌کنیم محصول خوبی هستش، هی در موردش توضیح میدیم و دائما نوع توضیحات و نوع اپروچمون طوری هستش که میخوام به هر زور و کلکی هست اصطلاحاً این محصول رو بفروشیم و این صفحه فروش جواب نخواهد داد. فروش اتفاق نمیفته دوستان. میگی راهکار چی هستش؟ راهکار ممکن البته به ذهن شما خیلی عجیب باشه و شاید هم باور نکردنی، ولی کاری که در واقع کپی رایترهای معروف انجام میدن این هستش که اول صفحه فروش رو مینویسن. یعنی چی؟ یعنی میان اول اینکه مخاطب هدفشون رو خوب شناسایی میکنن، اصطلاحاً بهش میگیم ICP Ideal Customer Profile. این خیلی مهم هست و خیلی جاها ما اینو نادیده میگیریم. مخاطب هدف رو درست انتخاب میکنن، اون نیش مارکتشون رو در واقع انتخاب میکنن و بعد میپردازن به مشکل اصلی که اون ICP داره و سعی میکنن در این سیلز پیج تماما تمرکز رو بزنن روی اون مشکل و راهکارها و سولوشن هایی که در واقع قرار هست این محصول بده برای رفع اون مشکل. شما همونجوری میدونید برای مخاطب اصلا مهم نیست امکانات محصولات ما چی هستش، حالا چه محصولات فیزیکی چه محصولات دیجیتالی و آنلاین. اونا میخوان ببینن مشکلشون چجوری برطرف میشه. مخاطبین ما یه عالمه سوال تو ذهنشون هست. مخاطبین ما یک عالمه دلیل و بهانه برای نخریدن دارن. همه اینها ادرس باید بشه در این سیلز پیج کاملا از دید مخاطب. تو این مشکل رو داری، این شکلی برطرف میشه، راهکارش این هستش. بقیه‌ای که در واقع محصول ما رو خریدن به این نتایج رسیدن. این سوال‌هایی که تو ذهنت هست این جواب‌ها هست. اگر این نگرانی داری ما گارانتی بهت میدیم، مانی بک داریم، ساپورت داریم و غیره و غیره. تماما در این صفحه توضیح داده میشه و بعد از اینکه این صفحه رو با این دیدگاه طراحی کردن حالا میشینن و محصول رو براش طراحی میکنن، یعنی دقیقاً برعکس حرکت میکنن. خب حالا میتونید تصور کنید که اوه چه جالب، این محصول کاملا مورد پسند و مورد نیاز مخاطب هست چون اصلا با این دید ساخته شده و طراحی شده و بنابراین اگر این سیلز پیج رو یک مخاطب بخونه احتمال اینکه محصول ما رو بخره زیاد هست. یه نکته که خیلی ممکنه بگن که این صفحات فروش به این طولانی رو کی میخونه؟ درسته، خیلی ممکنه این صفحات فروش رو کامل نخونن. بعضی از صفحات فروش بسیار طولانی هستن. ولی یه نکته در نظر داشته باشید که خیلی ها در این صفحات فروش سرچ میکنن. وقتی صفحه فروش میاد به جای اینکه همشو بخونن چند تا از نکات کلیدی که تو ذهنشون هست سرچ میکنن و اگر تو اون صفحه به اون محتوا وجود نداشته باشه و پیداش نکنن خرید انجام نمیشه. پس بنابراین شما نترسید، صفحه فروشتون هر چی طولانی تر باشه هیچ مسئله‌ای نداره، آدما نمیشینن بخوننش ولی توش سرچ میکنن. پس تمام نکاتی که و سوالاتی که و نگرانی هایی که مخاطبتون داره در این صفحه فروش ادرس کنید و بعد محصول رو بسازید. حالا در واقع این صفحه فروش وقتی نوشته شد میشه توضیحات محصولی که حالا باید تولید بشود و واقعا تا الان وجود نداشته. و نکته جالب دیگه این هستش که ممکن است شما خودتون این محصول رو تولید کنید، ممکن است صفحه فروش رو بدید به یک تیم آوتسورس کنید و اونا اصلا تولیدش کنن. یعنی دیگه وقتی صفحه فروش کاملا شفافی وجود داشته باشه تولید محصول دیگه کار خیلی پیچیده‌ای نخواهد بود.
امیدوارم که مطلب براتون جالب بوده باشه. در مورد سیلز پیج کلی محتوا میتونید پیدا کنید. مثلا اگر بزنید anatomy of a sales page، آناتومی صفحات فروش، کلی مطلب است که این صفحه چه ساختاری باید داشته باشه، با اون ساختار آشنا بشید، چه سکشن هایی باید داشته باشه آشنا بشید و بعد بشین ICP یا همون Ideal Customer Profile خودتون تعریف کنید. نیش مارکت خیلی خیلی مهم است دوستان، جدی بگیرید این رو و بعد بشینید برای یکی از مشکلات این ICP تون یه راهکار طراحی کنید. محصول طراحی نکنید، یه راهکاری طراحی کنید و در این سیلز پیج به اون بپردازید و بعد محصولتون طراحی کنید. امیدوارم براتون جالب بوده باشه. ممکنه برای بعضی شما تریگری به وجود آورده باشه، تو ذهنتون جرقه‌ای زده باشه و برید بیشتر مطالعه کنید و با این مفهومی که خیلی از در واقع کپی رایترهای معروف و مطرح دنیا از این روش استفاده میکنن آشنا بشید، خودتون رو آموزش بدید، ترین بدید و بتونید در فرآیند مارکتینگتون ازش استفاده کنید. موفق باشید.